29 اکتبر سال 2023 قبل از آغاز سبقت‌های تاکتیکی در تمرینگاه حربی ایدلویس به پرزیدنت قرقیزستان صادر جابروف نمونه‌های سلاح‌های جدیدی که برای قوه‌های مسلح این کشور اساساً برای قشون‌های مرزبانیش خریداری شدند، از جمله ماشین‌های زیرپوش و درون‌های ساخت خود قرقیزستان، همچنین هواپیماهای بی‌سرنشین نفترین تمغه آقونچی و اقسونغور که اخیراً از ترکیه خریدند نمایش داده شدند. در عکس‌های نشر کرده خدمات مطبوعات پرزیدنت دیده می شود که جابروف در این نمایش زور و بازو دست راستش رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچیبک توشیف همراهی می کند. بنا به گزارش خدمات مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان به جابروف در ایدلویس از جمله ماشین‌های زیرپوش تمغه‌های تیگر، اکسوم و تویوتا لند کروزر که با پایماندهای قدرتشان بزرگ مسلح گردانیده شدند و درون‌های ساخت قرقیزستان نمایش دادند. صادر جابروف همچنین با اقتدار جنگی هواپیماهای بی‌سرنشین ترکیه اوقونچی و اقسونغور که با موشک‌های زمین به هوا و هوا به هوا مسلح گردانیده شده توان از بین بردن هدف‌های چه در آسمان و چه در زمین را دارند شناخته شده است. این درون‌ها هم روزانه و هم شبانه استفاده شدن می‌توانند، چون که با تجهیزات‌های نفترین زمانوی نشانه‌گیری و مجهز گردانیده شدند. پرزیدنت قرقیزستان در سخنرانیش گفته است که حکومت او از سال 2021 به این طرف به صورت منتظم به تعقیب اقتدار جنگی قوه‌های مسلح کشور مشغول شده توانسته است که الکی برای ارتش و قشون‌های سرحدی سلاح‌های معاصر به مثل هواپیماهای بی‌سرنشین بیرقدار تبه، اوقونچی و اقسونغور خریداری کند. صادر جابروف وعده داد که دولت به تحکیم اقتدار جنگی ارتش قرقیزستان و بهبود شرایط افسران و عسکران همچنان ادامه خواهد داد. در انجام جابروف و توشیف از مناره دیدبانی جریان گشت حربی با اشتراک چرخبال‌ها را تماشا کردند. قرقیزستان در جریان مناقشه خونین ماه سپتامبر سال 2022 در مرز با تاجیکستان به طور فعالانه از هواپیماهای بی‌سرنشین از ترکیه خریدش استفاده برد. از جمله روز 18 سپتامبر سال گذشته 25 ساکن ملکی دهه افچقلچه نویه باباجان غفوروف تاجیکستان که در بناهای مکتب و مسجد این دهه پناه برده بودند محض در نتیجه حمله‌های درون‌های ترکی کشته شدند. در عموم با 120 کشته از جانب قرقیزستان و بیش از 80 نفر از طرف تاجیکستان، مناقشه ماه سپتامبر سال 2022 خونین‌ترین جنگ در تاریخ مناقشه‌های مرزی تمام آسیای مرکزی پس از شوروی دانسته می شود.